حضرت مولوی محمد اقبال لاهوری یه بیت دارن آیدی بزرگ بودن قرآن کریم. میگن که حکمتی اشیا حصار ملت است. علم دنیوی این سبب پیشرفت دولت است. علم دنیا اگر داشته باشد یک کشور و مردم آن کشور پیش می رود. و حکمتی اشیا حصار ملت است، یعنی این قوت دولت است، بلکه از وی اعتبار ملت است. علم دنیا را دانستن اعتباری اون دولت را در عرصه بین المللی بالا می بردارد، یعنی این ثنا به علم دنیا است. بعد گفتن که لیک به قرآن نیاید در عمل، گر بیاید نیک نه باشد دغل. لیکن به قرآن به اون درجه نمی رسد. اگر رفت و رسدم می بیاد لیکن دغل میشه. علم بدون قرآن این اختراع بمب اتمی و یعنی ترکش دادن آن در بالای تمام دنیا. اگر علم دینی و ترس خدا نداشته باشد و فقط علم دنیا داشته باشد این خوب نیست. لیکن وقتی که بر ضمن این که علم دنیا دارد با علم شریعت و تقوای و خدا ترسی دارد، از ظلم پاک است، در این حالت به درجه کمال میرسد.